در میدان پختکاری بختر رقابت فینالی جام تاجیکستان آید به فوتبال به انجام رسید. در این نیروسنجی دسته کوکتاش از لیگ یکم کشور با باشگاه استقلال دوشنبه از لیگ عالی قوا آزموده رقابت جالب و دیدنی و پرشدت انجام دادند. دسته لیگ یکم در مرحله های قبلی تیم های قوی لیگ عالی را پشت سر گذاشته بود و در بازی نهایی نیز در دقیقه سوم توانست با گل زده محمد گلایف به پیش براید. رقابت پرشدت میان دسته‌ها همچنان جریان داشته در دقیقه 38م سلیمان صابیروف با خطا توپ را با سر به دروازه دسته خودش وارد کرده گل را به نفع استقلال به ثبت رسانیدند و حساب 1-1 مساوی شد. همینطور نیمه یکم دیدار با همین حساب به انجام رسیده دو دسته به تنفس برآمدند. نیمه دوم هم پرشدت آغاز شده مدت 15 دقیقه دسته‌ها تلاش‌های پای در هم کردند ولی در دقیقه 60م خدایداد اوزاقوف گل زیبایی را به ثمر رسانیده دوباره دسته ناحیه رودکی را به پیش برآورد. در ادامه منوچهر جلیلوف بود که 12 دقیقه پس توانست دوباره بازی را به مساوی کشاند. او از خطای بازیگر کوکتاش استفاده کرده توپ را وارد دروازه حریف کرد و وقت اساسی بازی با همین حساب 2-2 مساوی تمام شد. البته در دقیقه‌های آخر بازی دسته کوکتاش باز یک گل دیگر به ثمر رسانید اما حالت غیر بازی از سوی داوران ثبت شده این گل بیکار گردید. همانطور که گمان می‌رفت کار به پیت‌های علاوگی کشیده شده در دو پیت 15 دقیقگی دسته‌ها به خصوص کوکتاش احتیاطکاری را پیشه کردند و گل در این دو پیت به ثمر نرسید. در هر صورت دو دسته توانستند از آغاز نیروسنجی تا انجامش بزم فوتبالی را برای مخلصان فوتبال برپا کنند. همینطور کار به ضربه‌های 11 متره رسیده دو جانب به نوبت ضربه‌ها را به اجرا رسانیدند. در آخر محمد گلیایف که نخستین گل دیدار را به ثمر رسانیده بود نتوانست از طریق ضربه 11 متره توپ را وارد دروازه حریف کند و پیروزی بود جام تاجیکستان نصیب استقلال دوشنبه گردید. همینطور پس از انجام بازی فینالی مراسم تنطنوی جایزه سپاری صورت گرفتند. نخست به بازیگر دسته کوکتاش علیشر شوکوروف به عنوان بهترین بازیگر فینالی جایزه سپرده شده. سرپرست رسمی مسابقه شرکت پریمچ نیز علیشر جلیلوف را با مکافات بهترین بازیگر قدردانی نمود. دسته کوکتاش باشد با بازی پرجلایش و رقابتی ارزنده با دسته استقلال صاحب نشانهای نقره‌ای جام تاجیکستان گردید. نهایتاً جام تاجیکستان آید به فوتبال به دسته استقلال دوشنبه سپریده شد. قابل ذکر است تیم استقلال تا کنون 12مین بار است که به فینال جام تاجیکستان میبراید و تا سال 2019 8 بار صاحب جام شده و صاحب رکورد هم بود. همکنون دسته شهر دوشنبه 9مین جام تاجیکستان را بالای سر برداشته رکورد نو را در جام تاجیکستان به ثبت رسانید.